این از رشد بیت کوین جا مونده، حواست بهش باشه. علیرضا محمدیان، تحلیلگر و مدرس بازارهای مالی. خب دوستان، همونجوری که در تصویر می‌بینید ارز وان رو داریم که یکی از ارزهای جا مونده هست نسبت به ارز بیت کوین و سولانا و ارزهای دیگه بازار. ما باید دنبال یک دلیل بگردیم برای ورود. دلیلی که اینجا داریم یک الگوی دایموند هست که میتونه این الگو رو به بالا بشکنه و تا این ناحیه یک رشد خوبی رو داشته باشه که تقریبا میتونه هولوش 6-7 برابر بشه. همونجوری که در چارت بیت کوین میبینید، همین ناحیه‌ای که توی ارز وان مشخص کردیم بیت کوین رسیده بهش و الان داره یک اصلاحی رو میزنه. همونجوری که در چارت سولانا میبینید دوباره همون ناحیه و سولانا رسیده و از اینجا شروع به رشد کرده و اینجا داره اصلاح میده. پس ارز وان ناحیه‌ای که داره برای ورود میتونه اینجا باشه و ناحیه خروجمون ناحیه‌ای هست که الان ارز بیت کوین بهش رسیده و این ارز جا مونده. اگه شیرای این پست به 2000 تا برسه، یه ارز بهت معرفی میکنم که 60 برابر بشه.